اولین روز از شروع بازسازی یه واحد 70 متری رو داریم باهاتون به اشتراک میذاریم. خب ما کار بازسازی و تخریب و نوسازی و اینا زیاد کردیم، تو این مسئله که بخوایم فیلم بگیریم و داخل پیج بذاریم اولین تجربه خودم هستش که به هر حال هم تجربه خودم رو به اشتراک میذارم، هم میتونیم زیر کامنت ها از تجربه دیگران هم استفاده کنیم. از باز کردن کابینت ها شروع میکنیم که بعد بتونیم دیوارا رو تخریب کنیم، کف رو تخریب کنیم و توی نقشه که به ما دادن قرار این پله ها بیاد این سمت. حالا نظر کارفرما بوده ببینیم که به چه صورته. اگر راه بده اینجا اون آرک رو باید برداریم و پله رو بیاریم این سمت. این در ورودیشه، یه سرویس ایرانی جلوش داره که این وسط در واقع با یه دیوار جدا شده. این یه اتاق خوابشه که سرویس حمامش اینجاست. پنجره، یه تراس خیلی با صفا اینجا داره. حالا از اون ور بهتون نشون میدم. این کمدیه که باید تخریب بشه و این هم همون تراس است. خیلی با صفاست اینجا. انشالله بتونی یه بازسازی خیلی خوب داشته باشیم بدون اینکه همسایه ها رو بخوایم اذیت کنیم. تایمر تخریب رو یه ساعتی بذاریم که همسایه ها زیاد اذیت نشن.